بدیهیه که 43 سال 44 سال بعد از 1357 هر حکومت دیگری هم باشه الان دیگه حداقل وظیفه‌ش اینه که آب باشه، برق باشه، خط موبایل باشه، جاده باشه. مگه قبل اینها انجام نشه؟ چرا مثلا بدیهیات رو به عنوان افتخار حاکمیت به ما میفروشه؟ مگر اگر پهلوی بود الان مثلا ما آب و برق و گاز نداشتیم؟ مگه قبل از انقلاب مثلا اینا نبوده؟ این چه زمانی این حرف درسته؟ اون زمانی که خودمون رو با خودمون مقایسه کنیم. یعنی بگیم ما مثلا قبل از انقلاب 5 تا خیابون داشتیم، الان 50 تا خیابون داریم. قبل از انقلاب 2% برق داشتن، الان 20% برق دارن. اگر اینجوری بگیم حق دارن. میگن آقا اصلا شما اینجا انقلاب هم نمی‌کردی. ما که چنین چیزی نمیگیم. ما خودمون رو با دنیا مقایسه میکنیم. میگیم اون موقع کجای دنیا بودیم؟ همه دنیا رشد داشته. الان کجای دنیا هستیم؟ مثلا تو بحث پزشکی، امید به زندگی مهمترین شاخصه پزشکیه، یعنی میانگین عمر افراد در جامعه. ما قبل از انقلاب از تمام کشورهای منطقه به جز افغانستان پایین‌تر بودیم. از تمام کشورهایی که جزء شوروی و اقمارش بودن پایین‌تر بودیم. از تمام کشورهای آمریکای جنوبی پایین‌تر بودیم. الان از تمام کشورهای منطقه بالاتریم. از روسیه و تمام کشورهایی که از شوروی جدا شدن بالاتریم. از تقریبا تمام کشورهای آمریکای جنوبی بالاتریم. معلوم میشه طبیعی نیست.